أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم صرف، از کتاب سرفی میر 13 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 14 را از این کتاب سرفی میر به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس گذشته ما و شما ناقص را شروع کردیم و گفتیم که ناقص به دو قسم تقسیم می شود. یکم ناقص واوی است، دویم ناقص ایایی. و همچنین گفتیم که ناقص واوی از 3 باب آمدگی هست. اولا از باب نصر ینصر آمده است، مانند دعا یدعو. پس این را فعل ماضی و فعل مضارع و فعل امرش برای شما تقدیم و پیشنهاد گردانیدیم. اما اسم فاعلش کاملا در تسجیل ما ثبت نشده بود. از این حساب درس امروزه را از اینجا شروع میکنیم که اسم فاعل از دعا یدعو داعین می شود. از اینجا درس امروزه ما و شما شروع می شود. اسم فاعل دعا یدعو داعین می شود. دقت بتید. مثلا دعا یدعو اسم فاعلش می شود داعین. داعین یک کسی خواننده، یعنی یک کسی فریاد کننده، یک کسی دعوت کننده. اکنون این داعین بر اصل خودش نیست. یک کس بگوید داعین بر وزن چی است؟ شما میگوید بر وزن فاعین، یعنی که لام باب حذف شده است. پس این اصلش چی طور است؟ دقت بتید. داعین در اصل داعیون هست. داعیون. ما و شما درس گذشته گفتیم که واو در 4م جای کلمه واقع شود، یعنی 4م حرف کلمه باشد، آن واو قلب یا می شود. ببینید داعیون، واو 4م جای کلمه ده بوده است. پس ما واو را قلب یا میکنیم، می شود داعیون. داعیون. خب اکنون داعیون را چکار میکنیم؟ داعیون، دقت بتید. داعیون این یا تنوین دارد. تنوین اصلا یک نون ساکینه است که در آخر کلمه پیوست می شود در نطق، در گفتن، اما در نوشتن اون نون ساکینه ظاهر نمی شود. اما در اینجا ما احتیاج داریم که همون نون ساکینه رو نوشته بکنیم تا این که برای شما واضح شود که در اینجا چیکار کردیم. ببینید داعیون. اکنون این تنوین رو میگیریم، در جاش یک ضمه تنها میمانیم و نون ساکینه رو نوشته میکنیم. پس چی میشود؟ در تلفظ همون پیشتر تلفظ میکردیم همون است. داعیون. یا را در نون پیوست میکنه میشود داعیون. و در تلفظ داعیون با تنوین است و آخرش نون ساکینه. چطوری که نوشته کردم؟ چرا این را نوشتم؟ به خاطر آنه که حالا ما یک سخن میگوییم شما اصل مقصد چه بفهمین که چی است. دقت بتید. و یا حرف علت براش حرکت ثقیل است، وزمین است. حرکت برای یا ثقیل است. اکنون چیکار میکنیم؟ یا را حرکتش رو میگیریم. یا را حرکتش رو بگیریم چی میشود؟ ساکین میشود. اکنون ببین التقای ساکینین شد.
در کجا هست اون التقای ساکنین؟ بین یا و نونی که تنوین بود التقای ساکنین شد. به سبب التقای ساکنین یا را از بین میبریم، یا را از بین میبریم، یا را حذف میکنیم. ببینید یا را از بین میبریم. خب یا هم از بین رفت. اکنون چیکار میکنیم؟ و نون ساکن و تنوین، یعنی نون ساکنه که از تنوین برآمدگی است، این تنوین تابع حرکت ما قبل می شود. اینجا را میبینیم کسره است و در این کسره یک تا دیگر زیادش میکنیم و این تابع حرکت ما قبل شد، می شود داعین. ببینید داعین. اکنون دقت داده چی بوده است؟ چیکار کردیم ما در اینجا؟ این را در کتاب ها میگن اعلال قاضین. هر جایی در گفتیم این کلمه را اعلال قاضین میکنید، بدونید انا همین چیزهایی که کردیم به مثل انا همین است و انا همین کارهایی که کردیم به مثل همین است، غیر از واو. باقی موندهش اعلال قاضین شد. دقت دادید؟ پس داعین در اصل داعیون بود، واو را قلب یا کردیم شد داعیون و یا را حرکتش را گرفتیم التقای ساکنین شد. التقای ساکنین شد بین، این را نوشته بمانیم. ببینید التقای ساکنین شد بین یا و نون و ما به سبب التقای ساکنین یا را حذف کردیم و تنوین تابع حرکت ما قبل شد داعین. اکنون این تنوین در زبان عربی چند نمود هست، چند قسم ها هست، تقریبا 10 نمود تنوین داریم. این تنوین در اینجا نامش تنوین تمکین است. تنوین تمکین یعنی چی؟ یعنی که در اصل این اسم غیر منصرف نیست، اسم منصرف است که تنوین قبول میکند. پس این تنوین را نامش تنوین تمکین است. دقت دادید؟ پس این نازکی داعین را در ذهنتون داشته باشید. این یک کس بود داعین. دو کس باشه میگیم داعیانی، اصل داعیوانی بود. در چهارم جای کلمه واقع شد قلب یا شد داعیانی. داعون در اصل داعیون بود. داعون دقت بتید، داعون در اصل چی است؟ داعیون. معذرت میخوام این را از سر نوشته کنم. داعونه بر اصل ببینید داعونه در اصل داعیونه هست. داعیونه هست. دقت دادید؟ در اینجا چیکار کردیم؟ دقت بتید. در اینجا یا اصل داعیون هست، داعیون هم نه، اصل داعیون. این واو است در اصل، این طور است. داعیون. واو در چهارم جای کلمه واقع شده است. واو رو قلب یا میکنه میشود چی؟ داعیون. میشود داعیون. اکنون یا را حرکتش را، یا در یا حرف علت حرکت ثقیل است، وزمین است، حرکتش را به ما قبلش میتیم بعد از سلب حرکت ما قبل، یعنی حرکت عین رو میگیریم و یا را حرکتش رو در عین میتیم. این طور ببینید، یا را حرکتش رو میگیریم و یا را عین رو حرکتش رو میگیریم، یا را حرکتش رو در عین میتیم. میشه التقای ساکنین بین یا و واو. پس ما یا را حذف میکنیم میشود داعون. دقت دادید؟ اصل داعون داعیون بود و واو قلب یا شد و یا را حرکتش رو در ما قبل حرف عین دادیم بعد از سلب، بعد از گرفتن حرکت عین که کسره بود و یا را به سبب التقای ساکنین حذف کردیم شد داعون. پس داعون جمع اسم فاعل دعا یدعو هست، یعنی که دعوتگران و فریاد کنندگان مردانه. خب این به آخر رسید. بعد از این مفرد مؤنث می شود داعیتون.
اصلش داعیوتون بود، واو رو قلب یا کردیم. داعیتانی اصل داعیوتانی بود، همچنین واو در چهارم جای کلمه آمد قلب یا شد. داعیاتون در اصل داعیواتون بود، واو در چهارم جای کلمه قلب یا شد، داعیاتون شد. اکنون صیغه منتهی الجموع داعین که در این کتاب نآمده است، همچون برای فایده براتون برسانم، صیغه منتهی الجموع می شود دوا. ببینید دواعین، دواعین، دواعین صیغه منتهی الجموع است. چطوری که می گفتیم که طالبم، طالبانی، طالبون، توالبو، توالبو، این به مثل همون توالبو است. یا ضاربون، ضاربانی، ضاربون، دواربو می گفتیم، انا همین به مثل دوارب هست. اکنون در اینجا چیکار کرده؟ دقت بتید. دواعین در اصل میگوید دواعیون هست، دواعیو هست، تنوین این قبول نمی کند. دواعیو و واو با زیادتر از چهارم جای کلمه واقع شد. حساب کنید 1 2 3 4 پنجم، در پنجم جای کلمه واقع شد. ما گفتیم واو چهارم یا پنجم یا ششم جای کلمه در واقع شود قلب یا می شود. پس این واو رو قلب و حرکت چه گرفتیم؟ ساکین می شود، می شود دواعی. اما اینجا در به مثل داعین در گفته بودیم تنوین دارد و نون ساکینه دارد و این چیزها نیست. چرا؟ زیرا اینکه این دواعیو، دواعیو ببینید تنوین ندارد، این تنوین قبول نمیکنه، غیر منصرف است. بعد از اونه که این را ساکن کردیم و این یا را حذف میکنیم، دواعی، این یا را حذف میکنیم. بعد از حذف کردن یا، ببینید یا را حذف میکنیم و بعد از حذف کردن یا یک حرکت در ما قبلش زیادی میکنیم، میشود تنوین. ببینید یک حرکت دیگه در این زیادی میکنیم و یا را حذف میکنیم، میشود دواعین. دقت دادید؟ میشود دواعین. پس یک کس بگوید این تنوین چی است؟ این تنوین اکنون فهمیدین داعین تنوینش تنوین تمکین است، اما دواعین تنوینش تنوینی چی است؟ این را میگه تنوینش تنوین عوض عن الحرف است. عوض عن الحرف یعنی چی؟ یعنی ما یا را برداشتیم، یا را از بین بردیم و در مقابلش یک حرکت دیگه زیاد کردیم که تنوین به وجود آمد. دواعین تنوین به وجود آمد، این تنوین عوض از همین یای محذوفه است. پس این دو تنوین را در ذهنتون داشته باشید. این تنوین تنوین تمکین، تنوین تمکین در اسم‌های میآید که اون منصرف است و این تنوین تنوین غیر تنوین عوض عن الیا است، عوض عن الحرف است و این در اسم آمده است که غیر منصرف هست. دقت دادید؟ پس این بود اسم فاعل از دعا یدعو. اکنون میخونیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که اسم فاعل داعین، داعیانی، داعون، داعیتون، داعیتانی، داعیاتون. چطوری که همه این را بیان کردیم و برامون آشکار و واضح شد. یک بار دیگر تکرار میکنیم که داعین در اصل داعیون بود، پس این اعلال براش کردیم. داعیانی در اصل داعیوانی بود، و رو قلب یا کردیم. داعون داعیون بود، قلب یا کردیم اولا و رو شد داعیون و حرکت یا رو در مقابل دادیم و یا رو حذف کردیم به سبب التقای ساکنین شد داعون. داعیتون، داعیتون این در اصل داعیوتون بود، واو رو قلب یا کردیم. داعیتانی در اصل داعیوتانی بود، واو رو قلب یا کردیم. داعیاتون در اصل داعیواتون بود، واو رو قلب یا کردیم. اما گفتیم که دواعین صیغه منتهی الجموع صاحب کتاب نآورده است. خب میگه که در اصل داعین میگه در اصل داعیون بود. چطوری که بیان کردیم داعین میگه در اصل چی است؟ داعیون بود. واو در چهارم جا افتاد. ببینید واو در چهارم جای کلمه آمد، یک دال یک الف دو عین سه واو چهارم.
در چهارم جای کلمه حرف واو آمد. میگد که واو در چهارم جا افتاد، یعنی در چهارم جا آمد، در چهارم جای کلمه. و ما قبل مکسور، و ما قبلش میگه مکسور بود. ما گفتیم که واو اگر در چهارم جای کلمه بیاید ما قبلش ضمه نباشد، ما قبلش در حرکت مخالفت گفته بودیم، حرکت مخالف گفتیم یعنی ضمه نباشد. پس ببینید ضمه نیست. اکنون چیکار میکنیم؟ بیا بدل کردن. اکنون این واو رو بیا بدل کردیم. چطوری که نوشتیم؟ داعیون شد. بیا بدل کردن و ضمه بر یا ثقیل بود. ببینید داعیون ضمه ثقیل بود، داعیون اینجا ضمه ثقیل که بود بر یا چیکار کردیم؟ بر یا ثقیل بود انداختند. ضمه را گرفتیم یا ساکن شد. داعیون، این نون از تنوین است گفتیم، پس یا ساکن شد. با التقاء ساکنین، با التقاء ساکنین یعنی که اینجا چی بگوید؟ انداختند، ضمه بر یا ثقیل بود انداختند یا با التقاء ساکنین بیافتاد. ببینید یا با التقاء ساکنین، یا با التقاء ساکنین که یا با نونه که از تنوین میبروید، بین هرچند التقاء ساکنین شد و به سبب التقاء ساکنین یا را حذف کردیم، یا را از بین بردیم و داعین شد. اگه دیگه دوامش نگفت و تنوین تابع حرکت مقابل می شود و یک حرکت دیگر زیادش میکنه می شود داعین. پس این پر شد. اکنون این هست اسم فاعل. و چون الف و لام دراری یا باقی ماند، چنانکه که گوی الداعی، داعین یا حذف شدگی است، لیکن اگر ما الف و لام رو بیاریم یا بر میگردد. ببینید الداعی، 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 ببینید یا برگشت، یا بر میگردد. اگر الف لام که بیاید یا بر میگردد. و در داعیانی واو باشد، داعیانی گفتیم اصلش داعیوانی بود، واو بود و واو رو قلب یا کردیم شد داعیانی. داعونه که اصلش داعیوونه بود. ببینید داعونه در اصلش داعیوونه بود، اصل داعیوونه. چیکار کردیم؟ داعیوونه بود، واو یا شد، ضمه بر یا ثقیل بود. واو رو قلب یا کردیم. برای چی؟ برای در چهارم جای کلمه واقع شد، قلب یاش کردیم. یک مسئله. ضمه بر یا ثقیل بود، به ما قبل دادن. اکنون این یا ضمه داشت، چطوری که این واو ضمه دارد، یعنی که اصل این یا واو بود. ضمه یا را در ما قبل دادیم، یعنی در عین دادیم. وقتی که در عین دادیم بعد از سلب حرکت ما قبل یا با التقاء ساکنین بیافتاد. اکنون این یا بین یا و واو التقاء ساکنین شد، یا را حذف کردیم شد داعونه. دقت دادید؟ این جمع اسم فاعل دعا یدعو می باشد. داعونه شد بر وزن فاعونه. ببینید فاعونه یعنی لام کلمه حذف شدگی است، اصلش باید فاعلون باشد، اما لام کلمه حذف شدگی است. به همین اسم فاعل به آخر رسید، به همین اسم فاعل به آخر رسید و میگذاریم در اسم مفعول. میبینیم که اسم مفعول چیکار میکند و چی هست. دقت بدید. صاحب کتاب میگوید که اسم مفعول مدعو، مدعوون، مدعوان، مدعوون، مدعوتون، مدعوتان، مدعوات، مداعین، صیغه منتهی الجموعش می شود. اکنون دقت بدید در مدعوون چیکار کردیم، اصلش چی است؟ ببینید مدعوون اصلش مدعوون هست، مدعوون، مدعوون هست. بر وزن مفعولون، رنگ نصر ینصر را اسم مفعولش چی می شود؟ می شود منصورون، منصورون. پس این واو دوم در جای را هست. این واو از اسم مفعول هست، واو یکم. اکنون مدعوون در زبان عربی دو حرفی همجنس، یک خیله، دو حرف همجنس اگر نزدیک شدن یعنی جمع شدن، یکمش ساکن باشد دویمش متحرک، واجب است که
ادغام کرده شود، در یکدیگر درآورده شود. پس این مدعوون رو میگیریم ما یک واو قطعی می نویسیم، می شود مدعوون. مدعوون. ببینید اینجا دو واو است، واو در واو ادغام کردیم، یعنی در آوردیم، شد مدعوون. تا آخر همین کار میکنیم. مدعوون، مدعوان، مدعوون، مدعوتون، مدعوتان، مدعواتون و مداعین. مداعین صیغه منتهی الجموعش است. ببینید مداعین. مداعین در اصل مداعیوو هست. مداعیوو. واو در چهارم جای کلمه واقع شدگی است. واو را قلب یا میکنیم، واو قلب یا میشه مداعیو. و در یا حرکت ثقیل است، حرکت چه میگیره؟ میشه مداعی یا ساکین. و یا را حذف میکنیم، در ماقبل یک حرکت دیگر از زیاد میکنیم، میشه مداعین. رنگی پیشترک حالا بیان کردیم در اسم فاعل که دواعین گفتیم کو، و تنوینش میشه تنوین عوض عن الحرف. عوض عن الحرف علت، عوض از حرف یا، عوض از حرف میشه تنوینش، یعنی تنوینش تنوین عوض میباشد. پس این هست اسم مفعول. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که اسم مفعول مدعوون، یعنی که دو واو. ببین مدعوون اصل این طور بود، میگد مدعوون، مدعوان، مدعوون الی آخری کردگی است، تا آخرش بگو. پس میگد که مدعوون، مدعوان، مدعوون، مدعوتون، مدعوتان، مدعواتون، مداعین میگوید. مداعین صیغه منتهی الجموعش. در اصل مدعوون بود میگد. ببین مدعوون میگد، در اصل مدعوون بود، دو تا واو. خب چیکار کردیم؟ مدعوون بود. مدعوون در اصل مدعوون بود. واو در اول، واو اول رو، یعنی واو یکم رو، این واو اول هست، واو اول رو در دوم ادغام کردن، در دوم در آوردن، هر دویش درش داخل کردند و در آوردن، ادغام کردن، مدعوون شد. ببین مدعوون شد. پس دیگه تا آخر همین 6 صیغه مدعوون همین طور واو در واو ادغام شدگی است، یعنی با واو شددار، با واو تشدیددار نوشته میکنید اسم مفعول از داعی، از دعا یدعو را. پس با همین اسم فاعل و اسم مفعول دعا یدعو با آخر رسید کاملا. اکنون پره شد دعا یدعو با تمام نازکیاش، اسم فاعل و اسم مفعول هش. اکنون میگذاریم در ناقص یایی. حالا ما و شما ناقص واوی یک تا اش را گرفتیم و 3 تا هست گفتیم. اولا میبینیم که ناقص یایی از چند باب آمدگی است. ناقص یایی در یادتان بگیرید که از 3 باب آمدگی است. چطوره که ناقص واوی از 3 باب آمده است، ناقص یایی همچنین از 3 باب آمده است. خب اونها کدام ها هستند؟ اولا از بابی ضرب، ما بابی دویومش بابی ضرب یضرب بود. خب الرمیو، رمی ببین مصدر رما الرمیو می شود. رمیو ترجمهش تیر انداختن. الرمیو تیر انداختن، یعنی تیر پرانی کردن. رمه یعنی پرانید، پرتافت. همچنین رمه به معنای تهمت زدن هم می آید، اما اینجا فقط همین معنای تیر انداختن را گفته است و خلاص. خب ماضی معلوم. اکنون الرمیو مصدر هست، به مثل الضرب، ضرب مصدر بود، الرمیو رمی همچنین مصدر هست. ماضی معلوم در اینجا بنده خلاصش نوشته کردم، پس این را یک بار دقت بدید. رمیا رمو، رمتا رمینا، رمیت رمیتما رمیتم، رمیتی رمیتما رمیتن، رمیتو رمینا. این شد 14 صیغه فعل ماضی الرمیو. خب اکنون اولا در اینجا دقت بدید که ما چی کارها کردیم. دقت بدید تغییرات در کجا وارد شد؟
این یک جا که تغییر براش وارد شدگی است. رما اصلش به مثل دعا رمیه هست. چطوره که در دعا گفتیم که اصلش دعوه هست، اما این رما باشد اصلش این طریق است. ببینید رمیه هست اصلش. چطوره که دعا را گفتیم که دعوه بود، همون قاعده را در همین جا داخل کنید. و یا متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف کردن شد رما. اما درس گذشته گفته بودیم که دعا به این طریق نوشته می شود، دعا این طور الف، و این رما به این الف نوشته می شود. چرا؟ فرقیت چون در چی است؟ ما گفتیم که هر کجای دعا به مثل این دیدید بدونید که اصل این واو هست، و به این طریق رما به این طریق دیدید بدونید که اصلش یا هست. پس انا فرقیتش در همین است، یعنی دیدید میشناسید که اصلش چی است. این رسم الخط همین طور نوشتن رو برای خودشون اختیار کردگی هستند. خب اصل رما رمیه بود، یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب یا کردیم شد رما. رمیه بر اصل خودش است، در اینجا یگان تغییرات ما داخل نکردیم. لیکن در رمو اصل خودش نیست، رمو را ما تغییر دادگی هستیم. رمو در اصل به مثل ضربو هست، یعنی که اصلش می شود که رمیو. ببینید رمیو هست، اصل رمو رمیو هست. این یا ان همین یای لامی باب هست. خب در اینجا چیکار کردیم؟ یای متحرک، در اینجا یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف کردیم. یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف کردیم. ببینید الف و التقای ساکنه شد بین الف و تای تانیث. این تای حرف علامت مؤنث، تای تانیث تای علامت مؤنث بودن، التقای ساکنه شد. به سبب التقای ساکنین الف را حذف کردیم شد رمت. دیدید اینجا هم همچنین تغییر وارد شده بوده است، شد رمت. بعد از این رمتا همچنین تغییر یافتگی است. رمتا اصلش رمیتا هست. رمتا را اصلش چی است؟ رمیتا. ببینید رمیتا است. در اینجا هم همچنین ما یای متحرک یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف میکنیم. ببینید قلب الفش میکنیم. وقتی قلب الف کردیم میشود رمت، التقای ساکنین. درس گذشته ما در دعتا دا گفته بودیم، در اصل دعوتا بود. در همونجا ما چیکار کردیم؟ گفتیم که واو رو که واو قلبیام به الف می شود دعاتا می شود و الف به سبب التقای ساکنین می افتد. یک از سوال کند که در اینجا دعاتا این ته متحرک است، چرا التقای ساکنین می گویی؟ یا تان باشه درس گذشته گفتیم حرکت تا در اینجا حرکت عارضی است، یعنی حرکت اصلی نیست، حرکت عارضی است. العارضی و کالعدم میگن. یک قاعده داریم که حرکت عارضی به مثل گویی که نیست، گویی که وجود ندارد. این تا را حرکت به خاطر این الفی مثنا دادگی هستند که این الف ساکن، این تا هم ساکن که باشد، پس در اینجا التقای ساکنه می شود ممکن نیست، علی غیر حدی است. التقای ساکنه علی غیر حدی است، ممکن نیست. پس از این حساب این تا گویا که ساکن است، چطور در مفرد ببینید ساکن است و این ساکن است اصلش، و این الف ساکن شد، التقای ساکنه الف را حذف کردیم شد رمتا. دیدید رمتا در اصل چی بوده است؟ رمیتا. یا متحرک قبل مفتوح قلب الف شد، الف را اون الف به حساب التقای ساکنین بین تا و الف ساکنین التقای ساکنین شد، الف را حذف کردیم
چطور علتش بیان کردم که برای چی اینجا ما میگیم التقای ساکنین. خب به همین خلاص در همین 4 جا اعلال به وجود آمدگی است. خلاص باقی ماندهش رمیت، رمیت، رمیتم، رمیتم، رمیتی، رمیتم، رمیتون، رمیت، رمینا تا به آخر دیگه به اصل خودشان هست. یگان چیز حذف شدگی نیست، همش بر وزن، یعنی که یگان چیزشان از بین رفتگی نیست. دقت داده؟ خب میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که موضوع معلوم رمى رمیا رمو رمت رمتا رمینا تا آخر، یعنی که تا اینجا را گفت تا آخرش بگو. پس اینا را ختم بگید. رمیت رمیتم رمیتم، رمیت رمیتم رمیتون، رمیتو رمینا تا آخر. موضوع مجهول، ببینید موضوع مجهول. اکنون حالا صاحب کتاب دیگر این علت ها را بیان نکرد. چرا؟ زیرا اینکه در دعا بیان کرده بود. دیگه به مثل همون است. قاعده را که یاد گرفتی خود دیگر دقت اصلش نگاه که چی است، دیگر میفهمید چیکار کردن در کار است. با قاعده قطعی عمل کنید خودتون دیگر میفهمید. خلاص صاحب کتاب دیگر درباره اعلال هاش در اینجا یگان چیز نگفته است. خب ماضی مجهول اکنون میگذرد در فعل ماضی که مجهول باشد. فعل ماضی مجهول میگه رومی رومی و رومو است تا آخر. یک بار میگویم دقت بتید در دفتراتون بنویسید. رما در اصل چی است؟ رمیه هست. ببینید رمیه. خب رمیه را وقتی که ما میخوایم مجهول کنیم چیکار میکنیم؟ ببینید رمیه، رمیه. برای مجهول کردن ما چطوره که بارها میگیم به اصل برمیگردیم. اولین کاری که میکنیم ما قبل آخر را در فعل ماضی کسره میکنیم. اگر خواهی فعل ماضی معلوم رو مجهول کنیم ما قبل آخر را کسر کن و اولین متحرک را دمه میکنیم. اولین متحرک را دمه میکنیم میشه و چی؟ رومیه. رومیه به حال خودش میایستد، یگان اعلال نمیکنیم. دیدید؟ رومیه، رومیه، رومیا، رومو. رومو میگیم الان اینجا اعلال دارد. رومو در اصلش رومیو است. ببینید میگیم که رومو، رومو در اصل چی است؟ رومیو است. رومیو هست. در اینجا چیکار کردیم؟ دقت بتید. این قاعده‌اش دیگر میدونیم. رومیو است یا حرکت در یا ثقیل بود، بعد از سلب حرکت ما قبل یعنی میم حرکت چه گرفتیم و یا را حرکت در میم دادیم شد روموی، یعنی التقای ساکنین شد. ببینید التقای ساکنین یعنی حرکت یا را میگیریم در حرف میم میتیم. اول حرکت میم را میگیریم و حرکت یا را در میم میتیم میشود رومو التقای ساکنین. التقای ساکنین شد. به سبب التقای ساکنین یا را حذف میکنیم میشود رومو. دیدید؟ رومو. پس به همین طریق اعلالش در دفتراتون نوشته کنید. رومو. رومیت دیگر کامل میاد. رومیت یا تی معنی است، تی تانیث در آخرش میارید. رومیتا رومینا، رومیتا رومیتما رومیتم، رومیتی رومیتما رومیتون، رومیتو رومینا تا آخر دیگر پر است. فقط در دو جا اعلال داشته است. در مفرد مؤنث در یک جا رومیه حتی در مفردش اعلال ندارد، فقط در جمع مذکرش اعلال دارد و خلاص. دقت دادید؟ پس این هست فعل ماضی مجهولی رما یرمی. یک بار دیگر میگویم دقتش بتید مجهولش را. رومیه. پس میگویم رومیه، رومیا، رومو. رومیت، رومیتا، رومینا. رومیتا، رومیتما، رومیتم، رومیتی، رومیتما، رومیتون، رومیتو، رومینا. پس مجهولش هم همچنین با آخر رسید. خب مجهول رومیا، رومیا تا آخر. مستقبل معلوم. اکنون میگذاریم در معلوم، فعل مضارع معلومش. ببینید در معلوم چی اعلال ها و چی کارها براش واقع می شود. دقت بتید. میگوید که مستقبل معلوم یعنی فعل مضارع معلوم رما یرمی می شود. میگوید که یرمی، یرمیانی، یرمون تا آخر. دقت بتید. یرمی. اکنون چیکار میکنیم؟ میگیم یرمی، یرمیان، یرمون. ترمی، ترمیان، یرمین. ترمی، ترمیان، ترمون.
ترمین ترمیان ترمین ارمی نرمی. در اینجا 5 صیغه‌اش فقط حرکت آخرش ساکن میکنیم. او 5 صیغه را علامت گذاری میکنم، دقت بدید. این 1 تا و اینش 2 تا و این 3 تا، یعنی یرمی 1 تا، ترمی 2 تا و ترمی 3 تا و ارمی 4 تا و نرمی 5 تا. در این 5 تا فقط حرکت های آخرشان ما ساکن کردیم برای ثقیل بودن بس. ببینید یرمیو بود، اصل دمه داشت تا آخر، همش آخرشان دمه بود. دمه هاشون گرفتیم ساکن شدن، هم 5 تا ساکن شد. پس برام خاطر میگم یرمی ترمی ترمی ارمی نرمی، آخرشان ساکن شد و خلاص. این یکم اعلاله که درس گذشته در یدعو همین کار کردگی بودیم که در 5 جا گفتیم واو ساکن می شود. این به مثل همون است. خب و صاحب کتاب این چیزها را دیگر نمیگوید، زیرا که قاعده هاش گفته گذشتگی است، اما همچون ما برای تکرار این قاعده ها را بیان میکنیم. و این مثنی ها همشون به اصل خودشان هستند، در اینجا یگان تغییرات داخل شدگی نیست. خب بعد از این میگوید تا آخر، یعنی 14 صیغه فعل مضارع را وقتی گفتیم، بعد میگوید که واحد مؤنث مخاطبه و جمع و یکسان است. یعنی که کدامی را در نظر دارد؟ دقت بدید، این 2 تا را در نظر دارد. این یکم، این دویم. واحد مخاطبه مؤنث، جمع مخاطبات مؤنث، هر دوش ببینید در نوشتن یک خیل است. دقت دادید؟ ترمینه ترمینه، هر دوشون یک نمود نوشته شدگی هستند، اما اینها در تقدیر فرق میکنند. اینها در تقدیر فرق میکنند. این ترمینه اصلش این طور نیست، این به مثل تضربینه هست. این را اول نوشته کنیم، دقت بدید. ترمینه را اصلش این طور است، ترمینه ترمینه. دقت دادید؟ اصل این ترمینه است، اما این بر اصل خودش است، اینجا یگان تغییرات نیست. برای خاطر میگم بر وزن تفعیل نه هست، اما این را میگم بر وزن تفعیل نه هست، لام ندارد. این یا براش حرکت ثقیل بود، حرکتش هم میگیریم التقای ساکنین میشود بین 2 یای لام باب یای مؤنثه مخاطبه. پس یای لام باب رو حذف میکنیم، میشود ترمینه. ببینید ترمینه. پس در اینجا ما یا را حذف کردیم، پس این میشود بر وزن تفعین، معذرت میخوام، بر وزن ببینید بر وزن تفعینه تفعینه. اما این چی؟ این میشود بر وزن تفعیل نه. دقت دادید در اینجا لام هست، این یا لام باب است، اما در اینجا این یا مؤنث مخاطبه است، لام باب حذف شدگی است. دقت دادید در اینجا لام باب حذف شدگی است. پس میگه در همین جا تغییرات براش وارد شدگی است. خب باز چی میگوید؟ میگوید که و تا آخر واحد مؤنث مخاطبه، این را میگوید. و جمع وی با همین جمع مؤنث مخاطبات، این را هر دوش در نظر دارد. یکسان است، یک خیله است، یک نمود است. دقت دادید؟ یک رنگ است. لیکن جمع بر اصل خود است. این جمع را میگد بر اصل خودش است، یعنی که این یا لام باب است، اصل خودش است. در اینجا یگان تغییرات نیست، گفتیم این اصل است، بر اصل خود است، بر وزن تفعیل نه. ببین تفعیل نه، ترمینه جمع مؤنث بر وزن تفعیل نه است. و واحد در اصل ترمینه است. این ترمینه چطور گفتیم که ترمینه اینجا یا یای دیگر دارد، یا یای دیگر داشت، ترمینه است، ترمینه بود. کسره به یا ثقیل بود، گفتیم کسره در یا ثقیل که بود انداختند، کسره را از بین بردیم، کسره را حذف کردیم. یا که لام الفعل است به التقای ساکنین بیافتاد. این یا در اینجا یک تا دیگر بود، به سبب التقای ساکنین بین لام باب و یای مخاطبه
التقای ساکنین شده بود یا را از بین بردیم یا را حذف کردیم. دقت دادید؟ یا را از بین بردیم به سبب التقای ساکنین و شد ترمینه. ترمینه شد. ببینید ترمینه شد. ترمینه این چطوره که معلوم شد که برای ما که این اصلش دیگر چیز بوده است. بر وزن تفعینه. ببین تفعینه. ترازوش اگر بکش تفعینه میکشیم. این ترمینه را مفرد مؤنث مخاطبه وزنش تفعینه میکشیم. خب با همین صاحب کتاب با آخر رسانید این فعل مضارع را. اما یک دو جای دیگر ماند که صاحب کتاب فراموش کرد یا که قاعده را که گذشته گفتیم از این استا برای ما نگفت. یعنی باز اعلالای دیگر هم در اینجا هست. اون در کجا است؟ اینجا یرمونه. این یک جای اعلال دار، دقت صاحب کتاب نگفتش. و اینجا دویوم جا. این دو جا را صاحب کتاب نگفت. جمعی یرمونه جمعی غائب مذکر را و جمعی مخاطب مذکر را، این دو طرح اعلال دارد اما صاحب کتاب نگفت. این را ما بیان میکنیم تا اینکه براتان واضح شود. دقت بتید. همه این بیان کردن و زحمت ها به خاطر فهمیدن شما اصل کلام عرب راست که قرآن و سنت درست بفهمید و پیرو سالم قرآن و سنت باشید. ببینید یرمونه. یرمونه در اصل دقت بتید یرمیونه است. یرمیونه. این یرمونه در اصل یرمیونه است. این ترمونه در اصل ترمیونه است. همین یارا تکنید و مثل اینش ترمیونه. چیکار کردیم؟ دقت بتید. مسئله بسیار مسئله مهم است. این قاعدهش میدونید. برای یا حرکت ثقیل که بود بعد از سلب حرکت ما قبل حرکت یا را در میم دادیم. دقت دادید چیکار کردیم؟ ببینید حرکت میم گرفتیم، سلب حرکت، گرفتن حرکت را گرفتیم. و یا حرف علت است، حرکت براش ثقیل است، حرکت در ما قبل دادیم. ببینید حرکت در ما قبل دادیم و التقای ساکنین شد بین یا و واو. یا لام باب و واوی ضمیر جمع مذکر. به سبب التقای ساکنین یا را حذف کردیم. یا را حذف کردیم می شود یرمونه. یرمو. این یا را حذف کنید می شود یرمونه. ترمونه هم به مثل همین است، فقط در اولش حرف ت دارد. چی کار در اینجا کردیم؟ در ترمونه همین کار شما خودتون بکنید. دقت دادید؟ این را صاحب کتاب بیان نکرد. زیرا قاعده هاش گفتگی است. دیگه قاعده را دقت میتید و به اصلش بر. اصل را ما از کجا بدونیم که یرمیونه بود؟ در با یضربو را بیارید. یضربونه. ببینید یضری این میم در جای ر است، کسره دارد. یضری این یا در جای ب است. یضربونه. بو. دقت دادید؟ خلاص دیگر میفهمید. پس اعلالش میکنید اصلش میبراید. از این است ما فقط صحیح را برای چی میاریم؟ که یا میگیم که رما از باب ضربه است. برای چی؟ برای اینکه مقایسه کنید ببینید کجا حذف شد، کجا کم شد، کجا زیاد شد، چیکار شد. برای همین خاطر اصلی صحیح را ذکر میکنیم. خب اکنون این به آخر رسید. فعل مضارع معلوم به آخر رسید. اکنون میگه چون ناصبه در آید گویی لن یرمیه. اینهایی که ما ساکن کرده بودیم شما 5 جاده در 5 صیغه، اینها را همش میگه بگی فتحه کن. میگه لن که در آمد ببینید ناصبه، فقط لن نه، هر ناصبه که بدراید ببین لن بدراید اینجا آخرش ساکن، آخرش فتحه می شود. لن یرمیه. دقت دادید؟ در این 5 صیغه لن یرمیه، لن ترمیه، لن ترمیه، لن ارمیه، لن نرمیه، 5 تا آخرش فتحه می شود. خب و در باقی مانده جایها در 7 جای دیگر این یک یرمیان یرمون 2 تا شد، ترمیانی 3 تا شد، از غایب 3 تا، ترمیانی 4 تا شد،
ترمون 5 تا، ترمین 6 تا، ترمیان 7 تا. در این 7 جا نون ها را حذف میکنیم. پس میگیم که لن یرمیا لن یرمو، لن ترمیا لن ترمیا، لن ترمو لن ترمی لن ترمیا. دقت دادید؟ عربی نون ها حذف کرده میشوند. با نون ها حذف میشود برای همچون علامت نصب. میگوید که ناصبت در آیت گویی لن یرمیه و چون جازمه در آیت گویی لم یرمی. رنگ دعایت او گفتیم لم یدعو واو حذف می شود. اگر ما در اینجا ما وقتی که لم را در آوردیم، لم این یا را کاملا از بین میبره در 5 صیغه دیگه. یا از بین میگه لن یرمی آخرش حرف میم، لن ترمی لن ترمی لن ارمی لن نرمی یا ندارد. وقتی ناصبه که جازمه که در آمد یا حذف می شود در 5 صیغه. اما در 7 صیغه دیگر باز همون نون ها حذف می شود. چطور که نون ها رو حذف کردیم؟ میگیم لم یرمیا لم یرمو، لم ترمیا لم ترمیا لم ترمو لم ترمی لم ترمیا. نون ها حذف می شود در 7 صیغه. اینها رو گفتیم که امثله 5 میگویند. امثله 5. در امثله 5 نون ها حذف می شود. اما این یرمینه و ترمینه نه ناصبه یگان تغییرش داده میتواند نه جازمه. چرا؟ زیرا که این مبنی است، این شخص شده است، تغییر نمییابد. این تغییر نمییابد ظاهرا، این همین طور میماند. هرچه که یرمینه، لن هم بدرون میگوی یرمینه، لم هم بدرون میگوی یرمینه، این همین طور میایستد. دقت دادید؟ یعنی از 14 صیغه 2 صیغهش فعل مضارع مبنی است، تغییر نمییابد. اما 12 تا دیگه چرا که شما دیدید که در 5 تاش در فعل ناقص آخرش حذف می شود. علامت جزم حذف حرف علت شده ایستاده است. خب لم یرمی با جزمی بیافتد، یا میگه با جزمی چیکار میکند؟ میافتد. لم یرمی یا با جزمی بیافتد. چنانچه واو در لم یدعو، همین گفته است خلاص. این چنانه که واو در لم یدعو افتیده بود. یدعو واو داشت، لم را آوردیم گفتیم لم یدعو، واو را حذف کردیم. آن همون طور میگه، به مثل همون است. امر حاضر میشود ارمی. ببینید امر حاضر چی میشود؟ میشود ارمی. این را دقت بدید. این را به مثل همین یدعو، ادعو گفتیم که از تدعو میگیریم. ارمی را از ترمی میگیریم، از همینجا شروع میکنیم. همین 6 صیغه یعنی که از مخاطب فعل امر گرفته میشود. اصل ببین ترمی چیکار میکنیم؟ در اولش ت حرف مضارعت است، ت را میگیریم، همزه را میاریم. همزه را میبینیم از باب یفعل، از غیر باب یفعل هست، کسره میتیم، میشه ارمی. آخرش نگاه میکنیم حرف علت است، حذفش میکنیم، میشه ارمی فعل امر. دقت دادید؟ از ترمی گرفتیم شد ارمی فعل امر. ارمی، ارمیا نون حذف میکنیم. ارمو نون حذف میکنیم. ارمو در اصل گفتیم ارمیو بود، ارمیو. این را بیان کردیم. پس شما خودتان در دفتراتون کار کنید. ارمی الان بیان می نویسیم، اما این یایی که در ترمی هست این نیست. این یای مؤنثه مخاطبه هست. این ترمی، این در اینجا که حالا حذفش کردیم، این یای لام باب بود، لام کلمه. اما در اینجا ترمی ده میگیم ارمی، یای دیگر همراه میکنیم. این یای تو زن هست، یای مخاطبه مؤنثه میگوین. این را این یا نوشته میشود ارمیا ارمینا فعل امرش. یک بار دیگر میگویم فعل امر میشود ارمی ارمیا ارمو، ارمی ارمیا ارمینا. 6 صیغه فعل امرش. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که امر حاضر ارمی ارمیا ارمو، ارمی ارمیا ارمینا. بانون ثقیله، بانون توکید ثقیله چنین میگیم. ارمی را بگیم ارمیان. اون یایی که حاضر حذفش کرده بودیم، این یایی که حاضر حذفش کرده بودیم از ترمی یا داشت، یا را حذف کرده بودیم
این یا بر میگردد. یا را فتحه میکنیم، نون توکید ثقیله. پس چی میشود؟ ارمیان. به این طریق نوشته میشود ارمیان. ارمیان. دیدید؟ این یا برگشت اکنون. این یایی که در اینجا حذف کردیم ارمی فعل امر در به توکیدش ده حذفش کردیم، در اینجا بر میگردونیمش، میشود ارمیان. پس میگیم با توکید 6 صیغه را میگیم ارمیان، ارمیان، ارمون. واو هم حذف میشود، ارمون میگیم. ارمی واو به سبب چی حذف شد؟ به سبب التقاء ساکنین. اینجا دو نون است، یکم نونش ساکن که است، واو ساکن که است، واو حذف شد ارمون. ارمین یا را همچنین حذف میکنیم اکنون، برای اینکه ما قبل خودش دلیل برای خودش است. ارمین، ارمیانی، ارمینانی. در اینجا یک الف دیگر همراه میکنیم، الف فارقه. پس نون رو میاریم و کسرهش میتیم هم مانند به یرمیانی. این نون ساکن میکنیم، ارمیان. دقت دادید؟ ارمیان یا به مثل این ارمیان. ارمیان. پس ارمون در جمع می دراید، ارمین در مفرد مؤنث می دراید. خلاص در همین سه تا نون توکیدی خفیفه می دراید. نون توکیدی ثقیله در 6 صیغه فعل امر می دراید، اما نون توکیدی خفیفه در 3 تاش می دراید، در مفرد مذکر، در جمع مذکر، در مفرد مؤنث. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که با نون ثقیله ارمیان گفتیم نه؟ ارمیان، ارمیان، ارمون، ارمین، ارمیان، ارمینانی. خب تا آخر 6 تا گفتیم. با نون خفیفه، با نون توکیدی خفیفه میگویم که ارمیان، ارمون، ارمین. ارمیان یا بر میگردد. ارمیان به خاطر اینکه نون توکید ما قبل خودش فتحه طلب میکند. فتحه طلب که میکند، فتحه بر یا ثقیل است، پس یا بر میگردد. ارمیان، ارمون، ارمین. یا میتونه بگه که ما قبل نون توکید خفیف ثقیله مبنی است، باید برگردد. هر حرفی که است باید برگردد. خب با نون خفیفه ارمیان، ارمون، ارمین. ارمون در اصل ارمون بود، واو داشت، واو حذف شد، واو جمع مذکر، این واو حذف شد. ارمین در اصلش ارمین بود، یا داشت، یا هم همچنین حذف شد و سبب التقاء ساکنین. ما قبل چون دلیل که داشت از این حساب حذف شد، اگر دلیل نمی داشت حذف نمی شد. خب بعد از این میگوید که مستقبل مجهول، اگه فعل مضارع ما مجهول نکردیم، مجهولش که چطور می شود؟ میگم مجهولش می شود یورما، یورمیانی، یورماونه. ببینید یورما، یورمیانی، یورما، یورمیانی، یورماونه. یرمی اصل چی است؟ اصل شبه بنویسیم، زیرا اینکه برای مجهول کردن ما به اصل بر میگردیم همه وقت. دقت بدید. اصلی یرمی، اصل یرمی یو است. یرمی یو. چیکار میکنیم؟ در بدون ما خونده بودیم اگر میخوای فعل مضارع معلوم رو مشغول کنیم ما قبل آخر را فتح کن. میم ما قبل آخر است فتحش میکنیم و حرف مضارعات را دم کن. پس حرف مضارعات را دم میکنیم، میشود یورمایو. دقت دادید؟ مجهولش میشود یورمایو. به مثل یضربو را مجهول کرده میشود یضربو، به مثل همین یورمایو. اما در یا حرکت ثقیل است، گفتیم در 5 صیغه هر ایره ساکن میکنیم میشود، معذرت میخوام ایره ساکن نمیکنیم، یورمایو، یورمایو. یای متحرک ما قبل مفتوح را اون 5 صیغه اینجا کار نمیکنه اکنون. یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف میکنیم، پس میشود یورما. دقت داده؟ به این طور با یا مینویسیم، با الف خالی این طور نمینویسیمش، یعنی که طریق نوشتن من یورما گفته این طریق نمینویسیم، به این الف، به این الف مینویسیمش. چرا؟ زیرا که اصل این یا است، تا اینکه ما بشناسیم رسم و خط فایدهش همین است. خب یورما
اکنون میگیم که یورما، یورمیانی، یورمونه میگوییم اکنون. یورمونه. یورمونه را اصلش چی است؟ دقت بتید. اینها را اصلشون دانستن بسیار مهم است. اینها را اصلشون دانستن بسیار مهم است. یورمونه، ببینید یورمونه وقتی مجهولش کرده میشه یورمونه. یورمونه را اصلش این طور است. یورمیونه. ببینید یورمیونه. یورمیونه است اصل یورمونه. یورمونه یعنی که تیر انداخته میشن ویها مردها را. دقت دادید؟ یا تهمت زده میشن ویها مردها را. اکنون اینجا چیکار میکنیم؟ همون قاعده پیشینه. یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم. وقتی قلب الفش که کردیم التقای ساکنین میشود بین این الف و بین واو. الف حذف میکنیم میشود یورمونه. دقت دادید؟ میشود یورمونه. الف حذف شد بر وزن یفعونه. یفعونه لام باب حذف شده گشت یورمونه. پس به این طریق مجهول کرده می شود. یورما، یورمیان، یورمونه. ترما هم به مثل یورما را که کردیم همون طور است. ترمایو بود یا متحرک ما قلب مفتوح قلب برای کنیم شد ترما. ترمیانی بر اصل خودش هستند. یورمینه به اصل خودش اینجا تغییر نمی‌یابد. یورمینه. ترما اینجا هم ترمایو بود یا متحرک ما قلب مفتوح قلب برای کنیم شد ترما. ترمیانی به اصل خودش است. ترمونه. ترمونه به مثل این هست. حالا گفتیم که در اصلش ترمیونه بود. یا متحرک چرا در اینجا یا متحرک ما قلب مفتوح قلب الف کرده و سبب التقای ساکنین بین الف و بین واو حذف کردیم. در اینجا همین کارا میکنیم. ترمیونه بود ترماونه شد. التقای ساکنین بین الف و واو الف حذف کردیم شد ترمونه. یورمونه ترمونه. هر دوشون اعلالشون یک نمود است. فقط در اولشون در فعل مضارع غایبش یا است. در مخاطب جمع مذکر ده حرفی تا است. خلاص. خب ترما، ترمیانی، ترمونه، ترمینه. این ترمینه مؤنث همچنین اصلش فرق میکند. زیرا که ترمینه، ترمیانی، ترمینه دو تا ترمینه داریم. باز دو تا ترمینه داریم. چطوری که اینها را بیان کردیم. ترمینه این جمع مؤنث غایب، جمع مؤنث مخاطبات به اصل خودشان است. اینجا یگان تغییرات نیست. اینجا یگان اعلال یگان چیز نیست. به اصل خودشان است. اما ترمینه یعنی تهمت کرده شدی تو یک زن مفرد مؤنث مخاطب. این ترمینه در اصلش این طور است. ببینید ترمینه است اصلش. ترمینه است به مثل تضربینه. ترمینه به مثل چی است؟ از صحیحش ترمینه. خب در اینجا چیکار کردیم؟ یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم. التقای ساکنین شد بین یا بین الف. الف حذف کردیم شد ترمینه. شد چی؟ ترمینه مفرد مؤنث. دقت دادید؟ بعد از این ارما اصلش ارمایو بود. یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد ارما. نورما اصلش نورمایو بود. یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد نورما. با همین فعل مضارع هم به آخر رسید. فعل مضارع مجهول همچنین به آخر رسید. میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که مستقبل مجهول یورما، یورمایانی، یورمونه تا آخر. یعنی فقط سه تایی غایب شه گفت خلاص. سه تا غایب مذکر رو شما دوامش بگویید. ترما، ترمیانی، یورمینه. ترما، ترمیانی، ترمونه. ترمینه، ترمیانی، ترمینه. ارما، نورما. چطور گفتیم ترمینه دو تا داریم. فرقیتشون همچنین بیان کردیم. این ترمینه به اصل خودش می شود. جمع مؤنث مخاطبات بر اصل خودش می شود. خب تا آخر بر قیاس یدعا. اکنون یدعا را که میدانید این را دیگر میدانید. با قیاس همون است. به مثل همون است. اسم فاعل رامین، رامیانی، رامونه. رامیت، رامیتانی، رامیاتون.
دیگر اسم فاعل دیگر براتون آسان است. رامین، رامین در اصل چی است؟ رامیون است. رامین در اصل رامیون هست. دقت بدید، این رامین هست. رامین یک مردی پرتاینده. رامین اعلال قادین می شود. دیگه دایتون بگیرید اعلال چی می شود؟ قادین. پس میگید اصلش رامیون بود، رامیون. و اینجا نون ساکنه، نون ساکنه التقای ساکنین شد و یا را حرکت چه میگیریم؟ التقای ساکنین می شود بین یا و نون و یا را حذف میکنیم و تنوین تابع حرکت ما قبل می شود، یک حرکت دیگه زیاد میکنیم، پس می شود رامین، می شود رامین. اگر الف لام بمونیم چی؟ یا بر میگرده. پس میگیم که الرامی، رامی. الف لام یا بر میگرده. الف لام که آمد یا بر میگرده. دقت دادید؟ به مثل همون الداعی که در اول همین درس بیانش کردیم، به مثل همون است. خب رامین در اصل رامیون بوده است. چطور بیانش کردیم؟ رامیونی بر اصل خودش است. رامون در اصل رامیون است. و مثل ضاربون، رامیو. یا دمه دارد، یا را دمه شد در مقابلش میتیم، در حرف میم میتیم بعد سلب حرکت میم. پس میشد راموی التقای ساکنین بین یا و واو. یا را حذف میکنه میشود رامونه. دقت داده؟ رنگی داعونه، داعیونه بود کو، داعیونه بود اصل. بعد واو رو یا کردیم در اول درس چطوری که بیان کردیم، به مثل همون است. خب بعد از این رامین، رامیانی، رامونه. رامیتون بر اصل خودش است. رامیتانی بر اصل خودش است. رامیاتون بر اصل خودش است. یگان تغییرات در اینها نیست. لیکن روامین صیغه منتهی الجموعش ببینید، روامین، روامین در اصل چی است؟ روامیو است. این تنوین گفتیم قبول نمیکند. و ساکینش که کردیم آخرش حرکت ثقیل که بود، ساکینش رامی، روامی شد. یا را حذف میکنیم در مقابلش یک حرکت دیگه زیاد میکنیم، تنوین، تنوین عوض عن الحرف میشود روامین. دقت دادید؟ روامین. این تنوین نامش چی بود؟ در اول درس بیان کردیم تنوین تمکین. این تنوین نامش چی است؟ تنوین عوض عن الحرف. تنوین عوض سه نمود میشود. اینجا عوض عن الحرف است، یعنی عوض از یه حرفی محذوفه. خب با همین اسم فاعل همچنین به آخر رسید. اسم مفعولش میگه مرمیون، مرمیانی، مرمیون تا آخر. پس اسم مفعولش هم در اینجا فرق میکند. دقت بدید. اسم مفعول هم همچنین چیکار میکند؟ فرق میکند. دقت بدید. میگه که مرمیون، مرمیون. ببینید اسم مفعول میشود مرمیون، مرمیون. لیکن در اصل این مرمیون نیست. در اصل این طور است. ببینید مرمویون. با مثلی مضروبون، مرمویون. دقت داده؟ این قاعده ها رو ما خواندگی هستیم. در اینجا چیکار کردیم؟ ما در پیش در درس‌های گذشته گفته بودیم وقتی که در یک کلمه دو حرف، یک واو یا جمع شود، واو یا جمع شد، تا یادتون آوردیم قاعده را. واو یا جمع شد، یکی از اینها ساکن باشد. ببینید واو ساکن است، واو قلب یا می شود، واو را قلب یا میکنیم. پس می شود مرمویون. دقت دادید؟ این یا در اصل واو هست و قلب یا می شود. اکنون وقتی که ما چطوره که در مدعوون گفتیم دو حرف همجنس جمع شود، یکمش ساکن دویمش متحرک، واجب است که ادغام کنیم. پس یا دو حرف همجنس، ببین یا دو تا یا جمع شد، یکمش ساکن دویمش متحرک، پس این یا را در یا ادغام میکنیم.
یا را در یا ادغام کردیم چی می شود؟ می شود مرمویون. مرمویون. دقت داده؟ زیرا که اینجا دو یا است. مرمویون. اما ما گفتیم مرمیون می شود. اکنون چیکار میکنیم؟ یا این یا را ببینید، یا ما قبل خود حرف میم مجبور میکند که کسره بشه، موافق به من بشه و میگوید، موافق به من شو میگوید. پس این میم کسره میشود مرمیون. پس میگوید ما میم را کسره میتیم برای موافقت به حرف یا، مناسبت، برای مناسب است برای حرف یا که ما قبلش کسره شود. این قاعده را هم یاد بگیرید. حرف یا مناسب است که ما قبلش چی شود؟ کسره شد. پس این ما کسره کردیم شد مرمیون. اکنون اعلال شدید چطور است؟ مرمیون اسمی مفعول هست، یعنی که تیر انداخته شده. تیر انداخته شده. اکنون صاحب کتاب میگه اسم مفعول مرمیون، مرمیانی، مرمیون تا آخر. یعنی مرمیون چطور گفتیم در اصل مرمویون هست، مرمیانی در اصل مرمویانی هست. در دفتراتون بنویسید اصل شه. مرمیون، مرمیانی، مرمیون در اصل مرمویون هست. مرمویون. دقت دادید؟ اینها اصلشان هستند. پس اعلال هایی که در اینجا کردیم همین اعلال ها را بالاش بیاره و مثل مرمویون، مرمیون می شود. مرمیتون اصلش مرمویتون بود. مرمیتون یک زن، اسم مفعول مفرد مؤنث. مرمیتانی اصلش مرمویتانی بود. مرمیاتون در اصل مرمویاتون بود. همه اینجا در واو ها جمع شده گی. واو قطعی یا در یک کلمه جمع شد، یتش ساکین است، واو ساکین که است. واو رو قلب یا میکنیم، یا رو در یا ادغام میکنیم. چطور که اینجا کردیم ادغام میکنیم. ادغام که کردیم پس همین چطوری که بیان کردیم به مثل همین میشود. خب تا آخر مرمیون اکنون اصلش بیان میکند. میگه مرمیون در اصل مرمویون بود. مرمویون، مرمیون در اصل مرمویون بود. واو رو یا کردند، مرمویون بود بر وزن مفعولون. ترازوش مفعولون به مثل مضروبون. صحیح از باب خودش مضروبون. خب چیکار کردیم؟ واو و یا در یک کلمه جمع شدن. قاعده را میدونیم. واو و یا در یک کلمه جمع شدن. خب و سابق ساکن بود. یکی از اینها ساکن بود و پیشکیش ساکن بود. خب ساکن بود چیکار کردیم؟ واو را یا کردن. این واو را قلب یا کردیم. ببین قلب یا کردیم. خب واو را یا کردند و یا را در یا ادغام نمودند. یا را در یا ادغام کردیم. دقت دادید؟ یا را در یا ادغام کردیم و میم را برای مناسبت یا کسره دادند و این میم مرمویون بود. میم ضمه داشت نه؟ این را کسره دادیم برای مناسبت حرف یا. برای مناسبت حرف چی؟ حرف یا شد مرمیون. دادن مرمیون شد. اکنون با همین اسم مفعول هم از ناقص یایی با آخر رسید. ناقص یایی را دیگر ما و شما از باب ضرب یضرب را با آخر رسانیدیم. بعد از این شروع می شود ناقص واوی. اکنون ما گفتیم که ناقص واوی از 3 باب آمده است، فقط یک تاش را گرفتیم. درس آینده ان شاء الله دوم و بتوانیم دوامش را. و ناقص یایی گفتیم از 3 باب میاد، فقط یک تاش را گرفتیم. 2 تا دیگهش ماندگی است. 2 باب ناقص واوی و 2 باب دیگر از ناقص یایی ماندگی است. میبینیم که از کدام باب ها آمدگی است. این را ان شاء الله درس آینده بیان خواهیم کرد. بارک الله فیکم. و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر جایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.